سلام. وقتی که شما یه داستانی می‌نویسید توجه داشته باشید که خواننده قبل از این داستان شما داستان‌های خیلی زیادی خونده و برای اینکه داستان شما برای اون جذاب باشه باید اون رو غافلگیر بکنید. یکی از بهترین روش‌هایی که میتونید برای غافلگیری مخاطبتون ایجاد بکنید این هست که یک صحنه جدیدی برای اون ایجاد بکنید. به طور مثال اگر که یک زن و مردی میخوان با هم یه صحبت عاشقانه‌ای بکنن، معمول هست که توی همه این داستان‌هایی که هست توی محیط رمانتیکی میرن، مثلا میرن توی کافی شاپ کنار دریا و خیلی متداول و تکراری شده این صحنه. برای جذاب تر کردن صحنه‌تون شما میتونید به یک جایی که غیر عرف هست اونا رو ببرید. مثلا اینا برن توی شهر بازی، فرض کن توی چرخ و فلک با هم نشستن صحبت میکنن و به هم ابراز عشق بکنن. تغییر صحنه توی داستان خیلی کمک میکنه به غافلگیری مخاطب و داستان شما برای اون جذابتر میشه. منصور سجاد هستم، از همراهی شما ممنونم.